و در هر دو مرز مسئولین امارت اسلامی انصافاً کوشش کردند، بسیار قربانی دادند. من بارها و بارها اگر روز نشده از شب رفتم، اگر شب نشده روز رفتم، اگر نیمه های شب در آنجا بودم، متوجه شدم که مسئولین ردبالا چی مقام ولایت بوده، چی معاون والی بوده است، چی مسئولین پایینتر، رئیس های مختلف، هر رئیسی برای خود کمیته برایشان تشکیل داده و همونطور پتو بر سرشان بسته است و مثل کارگرها بیچاره‌ها زحمت میکشند و کوشش میکنند. در نیمه های شب میبینی یک رئیس با وجود که این رئیس یک اداره است یا یک کسی که در حد ولایت هست، والی ولایت هست یا معاون مقام ولایت هست، میبینی اونجا در میان مهاجرین غذا توزیع میکند، کمک میکند، رسیدگی میکند. مرحبا. انصافا مسئولین امارت اسلامی با یک طبیعت خاص ملنگی و بسیار طبیعت مطالبی و فقیری که داشتن، بارها و بارها خودم مشاهده کردم در میان مردم و در میان مهاجرین با یک اخلاق بسیار خوبی برای مردم رسیدگی کردن، کمک کردن و الحمدلله هم مسئولین و هم مردم چیزی که در توان داشتن کمک کردن.